من عیسی فرزند کرامتم. چند روز دیگه هم دارم میرم تیم ملی با کریم باقری تمرین کنم. قرار بازبند کاپیتانی بیاد اینجا. عیسی، کریم باقری جواب داد. میام میبرم سر تمرین تیم ملی. داداشیام دارم میرم. مگه میخوانی یه عمر مثل من خودخوری نکنیم؟ بذارین این بچه زندگیشو کنه. چرا میخوای دریا رو ببینی؟ خواهم با بابام حرف بزنم. بار ندار که خودمون میبریمش دریا. دستتو بیار. بازبند کاپیتانی. میخوام بدونم پس برای کلاس بوکس نوشتمت کجا معلوم بعد یه هفته مثل کلاس زبان بلش نکنی. بوکس دستات نمیزنه، عقلت میزنه. اینجا باید دنبال عقل باشی. پس اون سرد باش تا عقل تصمیم بگیر. خانم ها آقایان سلام. آقای دکتر صمیمی، امروز یه روز تازه است، یه شروع دوباره. این چیه؟ هی داری اینجوری قرار جمعش کنی؟ همین خبر اینجا پخش کردن که. دکتر چه کردی؟ این خبرها چی ازت میگن؟ دختره اصلا نمیشناسمش. داره میگه زندگیشو نابود کردی. گن زدی آرش. به خاطر چی الان که من به شهرت رسیدم باید یه دفعه اتفاقات بیفته؟ یه نفر دیگه؟ خانم تو رو به هر کی میپرستی دست از سر زندگی من بردار. بدون همه قسم بخورین زمان نمیشناسم. برای چی باید این قسم بخورم؟ پس میشناسیم. به سرزمینی که بازنده نداره خوش اومدید.